نیکولا تسلا تو چند کلام. نیکولا تسلا نابغه مهندس، مخترع و آینده‌نگر کرواتی بود که توی امریکا اختراعات زیادی رو ثبت کرد. خیلی‌ها معتقدن که نیکولا تسلا قرن‌ها جلوتر از زمانی بود که توش زندگی می‌کرده. اما تسلا چیکار کرده بود؟ تسلا برق متناوب یا AC رو اختراع کرده بود، همون برقی که این روزا اینجا قطعه. تسلا وسواس عجیبی به اعداد 3، 6 و 9 داشت. باورش این بود که این اعداد کلید اسرار جهانن. خیلی جالبه، قبل از ورود به ساختمون 3 بار دور یه ساختمون میچرخید یا فقط اتاقایی رو انتخاب میکرد که شمارهشون بر 3، 6 یا 9 بخش پذیر باشه. اما تسلا داشت یه کار خیلی بزرگی رو انجام میداد. اون داشت سعی میکرد که برق رو به صورت بیسیم به کل جهان انتقال بده، اونم رایگان. تسلا برج ساخت به اسم برج واردن کلیف که قرار بود انرژی رو بدون سیم به همه جای کره خاکی ارسال بکنه. اما دولتمردا و سرمایه‌گذارا و ثروتمندا وقتی دیدن که این پروژه مانع افزایش درآمدشون میشه، این پروژه رو خوابوندن. اگه فیلم پرستیژ کریستوفر نولان رو دیده باشی، تو یک قسمتی از فیلم یک دستگاه تکثیر انسان رو نشون میده که اون رو به تسلا نسبت داده بودن. اما یه موضوع تخیلی بود، ولی مطمئن باش اگر کسی قادر به ساختن یک همچین دستگاهی بود، اون فرد قطعاً نیکولا تسلا بود.